امیدوارم که عالی باشین. مهدی هستم و توی این ویدیو میخوام آموزش مدل سازی این آشپزخونه رو با هم دیگه داشته باشیم به صورت رایگان. این صحنه آشپزخونه رو من برای در واقع پکیج آموزش کرونا دارم مدل سازی میکنم که حالا نحوه نورپردازی و متریال سازی این صحنه رو داخل پکیج کرونا آموزش میدم، اما نحوه مدل سازی کامل این آشپزخونه رو با هم دیگه به صورت رایگان توی 3D Max خواهیم داشت از صفر تا حالا 100 ماجرا. این آشپزخونه حالا یه آشپزخونه سبک مدرن هستش، میخوام به همین شکلی که حالا هست تقریبا حالا 90% شباهت مدل سازی و حالا رندر این کار رو با هم دیگه داشته باشیم. همینطور که حالا پیداست من این آشپزخونه رو از توی پینترست انتخاب کردم و مدل سازی ساده ای داره نسبتاً، یعنی طرح خیلی پیچیده ای نیستش، خیلی ساده هست و مدل سازیش کار سختی نیست. فقط کافیه در ابتدا بیایم با هم دیگه یه سری چیزها رو در نظر بگیریم. مثلا اینا رو بگیریم هر کدوم، اینا فکر می‌کنم 3 قسمت این سمت باشه. حالا فکر می‌کنم این آویزهایی که اینجا هست مشخص نیست، ولی خب من اینجا رو 3 قسمت میگیرم، 3 تا حدوداً 40-45 سانت. ارتفاع کل رو 3.20 میگیرم چون مشخصه کابینت هستش که ارتفاع بلندی داره، حتی شاید هم 3.40 باشه. پس اینا شد 45. چیزی که مشخصه اینه که فکر میکنم کلا این تصویر با هوش مصنوعی هم درست شده باشه، چون که ببینید این هالوژن‌های هم که اینجا گذاشته اصلا منظم نیستن. ببینید اینجا پس زیاد نمیشه روی این تصویر. ببینید الان این خط، این آویز، این لوسته، این چرا اینجا هست، این هم یه دونه اومده. کلا با هوش مصنوعی فکر میکنم درست شده، چون یه سری باگ ها داخلش وجود داره، اما از لحاظ کیفیت بصری جالب به نظر میاد. ولی خب من میخوام اینو یه مقداری بهترش کنم. حالا اینجا ببینید تقارن رو هم رعایت نکرده، اینجا یه یونیت دیگه اضافی گرفته، ولی ما این تقارن رو اینجا رعایت میکنیم. خب بریم با هم دیگه مدل سازی رو شروع کنیم. اگر که اینا رو 40 در نظر بگیرم میشه 120، اینو میگیریم 110 حدودا، این ورم باز دوباره 120، اینا رو هم میگیریم 15. اوکی، خب بریم وارد محیط 3D Max بشیم. من اینجا با برنامه پیورف رفرنسم رو آوردم که حالا باز دوباره اینجا دائم داشته باشیمش و توی دیدمون باشه. خب یه باکس انتخاب میکنم. ببینید اینجا چون دوره حالا آموزش مدل سازی به صورت 0 تا 100 نیستش، یعنی حالا همه اصول ابتدایی رو من اینجا آموزش نمیدم که حالا باکس رو چجوری مثلا بکشیم، ابعاد رو میزنیم. واحدهای اندازه‌گیری تنظیم شده از قبل، به صورت 0-0 نیستیم ما، چرا که این آموزش‌های رایگان حالا ابتدایی رو من دارم و شما میتونید برید توی حالا همین چنل یوتیوب آموزش‌های ابتدایی رو ببینید. حتی پکیج آموزش مقدماتی رو هم به صورت رایگان میتونید از وبسایت ما تهیه کنید و اون پکیج رو ببینید. بعدش اگر که حالا به صورت ابتدایی با 3D Max آشنا نیستین، بعدش برید سراغ این ویدیو. و یه نکته دیگه این که اگه علاقه‌مند هستین طراحی آشپزخونه رو به صورت 0 تا 100 یاد بگیرین، میتونید دوره 0 تا 100 طراحی آشپزخونه رو تهیه بکنید که توی اون دوره ما به صورت جامع از 0 تا 100 از مدل سازی تا رندرینگ 9 تا پروژه رو با هم دیگه کار میکنیم. خب بریم برای مدل سازی این آشپزخونه. خب همونطور که گفتم یه باکس انتخاب میکنم و حالا با عمق 60 در نظر میگیرم و اینم 15 میگیرم. اینم گفتیم حدودا 3.40 باشه ارتفاعش. پس یه باکس به این صورت ما داریم. خب بعد از اون ما باید کابینت های زمینیمون رو بیاریم. ببینید اگر ما اینو 120 در نظر بگیریم، اینو 110 و این رو هم 120، من ماشین حساب رو بیارم، 120 110
باز دوباره 120 جمع میشه 3 و 50. پس من کابینت زمینی که ما بین این دوتا ستون دارم 3 و 50 هستش. پس میام یه باکس میکشم، اسنپ رو باید بذارم روی ورتکس، ارتفاع 87 3 و 50 در 55 سانتم کابینت، تبدیلش میکنم به ادیتیبل پلی، F4 رو میزنم که ایج ها رو به من نشون بده و میام دو تا کانکت ایجاد میکنم. دو تا کانکت هم اینجوری ایجاد میکنم، اینو میگیرم میارم میذارمش روی 14 سانتی متر برای پاخور، این رو هم میگیرم میذارمش روی 83 برای دستگیر مخفی در واقع و اینجا یک کانکت دیگه میزنم. حالا چون ما دیتیلی از این در واقع این کابینت زمینی نداریم، تصویری نداریم، دیگه باید خودمون اینجا رو پیش بریم. من اینجا میخوام به این صورت، حالا من اینو میام نصف میکنم، اینجا کانکت میزنم، اینجا اینم کانکت میزنم، این کانکت ها رو میگیرم، اینا رو پاک میکنم، نه برعکس در واقع این کامل اینو من بگیرم، اینا رو با آلت نگه میدارم، با کنترل بک اسپیس اونا رو پاک میکنم و اینجا میام اینا رو چمفر میزنم باید 2 باشه بدون ایج وسط، به این صورت یه چمفر ما احتیاج داریم. خب این پلیگان ها رو میام انتخاب میکنم با کنترل و میام راست کلیک میکنم، دستور اینزت رو میارم روی این حالت قرار میدم بای پلیگان و حالا 3 دهم 2 دهم اوکی هستش و اکسترود 1 و 6 دهم. پس اینزت برای اینه که بادخورها ایجاد بشه و اکسترود 1 و 6 دهم هم برای حجم درب اون هست. دقت کنید من اینجا توضیحات رو خیلی ابتدایی نمیدم و با فرض اینکه شما حالا آشنایی ابتدایی با 3D Max دارین دارم توضیح. خب بیایم برای صفحه این کابینت یه باکس بکشیم، اتوگرید فعال، اسنپ هم فعال از این گوشه تا اینجا. باکس رو 5 میگیرم، عمق صفحه رو 60 میگیرم، اینجا میام تنظیمش میکنم. خب عالیه. بریم این کابینت های بالایی رو در نظر بگیریم. ببینید اگر که ما ارتفاع کابینتمون رو 3.40 در نظر بگیریم 150 سانتی متر تا زیر این کابینت هوایی، تا زیر این شلف داریم. پس ما 3.40 رو منهای 150 میکنیم میشه 190. بیایم 3.50 بگیریم که بشه 2 متر. پس از این 2 متر من اینو میخوام به دست بیارم که از این 2 متر ما میگیم 60 سانتش این فضا هست، 140 سانتش میمونه برای این یکی فضا. خب پس میام یه باکس میکشم، عمقش باید ببینید مثل عمق این کابینت 60 باشه، 140 ارتفاع، 120 طول و 60 سانتی متر هم عمق داره و میارمش اینجا قرارش میدم. بریم روی مود کلی تا بهتر بتونیم جزئیات رو ببینیم. تقسیم بر 3ش میکنم و از اینجا هم تقسیم بر 2ش میکنم به این صورت. خب فکر میکنم یه مقدار ما باید اینو بیشترش کنیم، یعنی این طول این آشپزخونه رو بیشتر بگیریم. میتونیم اینو همین الان با FFT 2x2 بیایم این نقاط رو بگیریم و حالا 20 تا بهش اضافه کنیم. من 20 خب بهتر شد. آره خوبه. حالا باید به پایین هم 40 تا اضافه کنیم چون 20 تا به این و 20 تا به اون اضافه میشه دیگه. حالا برای اینکه به پایین هم
تا اضافه کنیم من به این کشوها میخوام اضافه کنم. پس من میام این نقاط رو میگیرم، راست کلیک میکنم روی ابزار موو، 20 تا میدم به این کشو، منفی 20 تا بزنم. چرا منفی 20؟ چون در جهت خلاف محور x هستش و این کشو رو هم بیام اضافه کنم، منفی 20 به این صورت. خب این صفحه رو هم باید بیام تبدیل به ایتیبل پلی کنم، نقاطش رو بگیرم و منفی 40 بزنم در جهت محور x. چرا منفی؟ چون که ایکسش فلشش رو به این ور هستش، یعنی به سمت راست من هستش. اگه میخواستم به سمت راست اینو حرکت بدم، یعنی در جهت مثبت محور حرکت بدم، در جهت فلش حرکت بدم، میشد مثبت. چون خلاف جهت دارم حرکت میدم میشه منفی. پس این نکته رو هم به خاطر داشته باشین. حالا از این ستون من کپی میگیرم، شیفت رو نگه میدارم و درگ میکنم، یعنی کلیک و درگ میکنم، موس رو میکشم. این رو هم به همین صورت شیفت و درگ میکنم. ما میتونیم اینو 10 تا کمش کنیم، عیبی نداره. با FFT 2x2 میام این نقاطش رو میگیرم، راست کلیک. الان چون میخوام به سمت راست برم 10 رو میزنم. خوبه، کلپسش میکنم، FFT 2x2 منفی 10 چون به سمت چپ میخوام کوچیکش کنم. حالا یه باکس 2 متری ما اینجا میخوایم. ببینید از اینجا تا اینجا باید بیادش تا این جلو، تبدیل به ایتیبل پلی میکنم. این نقاط رو بیام با اسنپ میگیرم کشم اینجا. این نقاط پایینش گفتیم باید بشه 150 به این صورت. خب کاملا درسته. این زلش رو من منفی 2 سانت میارمش بیرون تر، در جهت وای هستش، خلاف جهت هست، منفی 2 باید بزنم کلیتش جلو. حالا اینا رو میگیرم اتچ میکنم به هم دیگه به این یکی کابینت که هوایا یکی بشه. همه این پلیگون ها رو انتخاب میکنم، کنترل رو نگه داشتم، دقت کنید. این زد میزنم، میام روی حالت بای پلیگون، عدد 1 رو نمیخوایم، عدد 2 دهم و اکسترود 1 و 6 دهم که ضخامت درب های ما هستش. خب این از این قسمت. حالا من میتونم اینجا یه خط بندازم، چیز خاصی نیست. یه خط اینجا، یه خط هم میتونیم اینجا بندازیم. میایم اینجا برای اینکه این حالا اینو به دست بیاریم، عددش فکر کنم 280 باشه. یکی اینجا، یکی هم اینجا، عددش که اینو میدونیم حدودا 92 هستش در راستای صفحه کابینت. اینا رو میگیرم با کنترل، اینزت میکنم، بای پلیگون 2 دهم و اکسترود 1 و 6 دهم. یه حالت نما و یک بادخور یا درد ایجاد بشه. این ستون رو پاک میکنم، انتخابش میکنم، پاکش میکنم با دیلیت. اینو انتخاب میکنم، شیفت رو نگه میدارم و درگ میکنم. ببینید به این صورت ازش کپی میگیرم و روی حالت کپی میذارمش، اینستنس نمیخوام باشه. با اسنپ که روی ورتکس هست، دقت کنید روی ورتکس، اسنپ روی ورتکس هستش، اینو ازش یک کپی میگیرم. خب 2 تا شلف ساده اینجا داریم، خیلی راحت برای اینکه بیایم این شلف ها رو بکشیم. میایم از اینجا اسنپ فعال، اتوگرید فعال، اینجا این شلف ها رو میکشیم. ضخامتش رو میزنم 3 و 2 دهم، یعنی یه انگار یه باکس، یه شلف دوبل هستش، دوبل اندیه. با اسنپ میارمش اینو پایین. عالیه. اینجا یکی دیگر رو هم شیفت رو میگیرم و کلیک و درگ میکنم به سمت بالا. عالی. هر دو اینا رو میگیرم، شیفت رو میگیرم و درگ میکنم، کپی روی حالت کپی. خب اینجا میتونیم اینو بیایم از این پایین اسنپ قرار بدیم و تقریبا میشه گفت که این کابینت ما تا اینجا تموم شده. حالا میتونیم بیایم اینا رو تبدیل به ادیتیبل پلی کنیم، اتچ کنیم و این باکس ها رو از
یک آبجکتشون کنیم، در واقع هر 4 تا رو یک آبجکت، اینا یک آبجکت و ستون ها رو هم میتونیم یک آبجکت کنیم. خب پس به این صورت ما کابینت حالا این زلمون رو خیلی سریع تموم کردیم همونطور که میبینید. حالا یه کابینت ایستاده این سمت هستش، این دست خودمونه دیگه، باید چجوری بگیریم؟ این کابینت ایستاده رو داریم و جزیره این آشپزخونه رو داریم در واقع. خب برای کابینت ایستاده من میام یه باکس میکشم اینجا، 3 متر رو 50 گفتیم دیگه، اینو 60 در 60 میزنم. ببینید چرا 60 در 60؟ این که به علت اینکه این کنج آشپزخونه میره و میره توی در کناریش، چون این ستون هستش در واقع این یک 60 در 60 فضای کنجی هستش که میاد متصل میشه، یعنی اضافه میشه به این در کناری این یونیت. خب یه 2 اینجا میذارم که در واقع فضای بازشوی در یونیت خودش هست. یونیت خودش حالا 2 تا در من بخوام بگیرم، 2 تا 50 سانت یا 2 تا 55 سانت فکر میکنم، یا 2 تا 60 سانت خوب هستش. آره خوبه. 2 تا 60 سانت بگیریم، 2 تا 60 های دیگه هم بیاریم برای این یونیت های فر بگیریم دیگه. 2 تا 60 های دیگه هم برای فر بگیرم. ببینم آشپزخونه‌ای که دارم تقریبا اگر که احتیاج شد بعدا اضافه میکنم یونیت، چون توی این فریم ما نداریم و شاید احتیاج بشه که اضافه کنیم دیگه، دست خودمونه. حالا من میخوام یه کلیتی مثل این در بیارم، انتخابش میکنم تبدیل به ادیتیبل پلی، این ایج ها رو میگیرم عمودی، کانکت میزنم، میارم روی چهارده برای پاخور، یه خط اینجا میندازم روی 280 اگه یادتون باشه که از این بالا جدا بشه، و برای فرهامون هم از روی 87 که ارتفاع کابینت زمینی هستش. این اتفاقی که اینجا افتاد به علت این حالا کانکتی هستش که ما اینجا داشتیم. برای اینکه اینجوری نشه، ببینید برای اینکه اینجوری نشه از اینجا محور زد رو انتخاب میکنید، صاف میشه. 87 مجددا اینجا این اتفاق میفته، صافش میکنم اول 150 و حالا میام جای فرها رو در میارم، جای هر کدومشون رو جدا بکنم، این زد رو میزنم 1.6 کافیه، اکسترود منفی 58 چون عمق کابینت 60 بود من منفی 58 زدم. خب اینجا جای 2 تا فر رو هم در آوردیم. میتونیم خط دستگیره هم بدیم. ببینید خط دستگیره اگه بخوایم بدیم این ایج ها رو میگیریم با کنترل، یه کانکت میزنیم، چون 87 بود من اینجا 83 رو میزنم و اینجا هم اینها رو میگیرم کانکت میزنم 154، یعنی من باز دوباره این زد رو باید بزنیم قبلش و 154. خب من یعنی ارتفاع دستگیره مخفیم رو 4 سانتی متر میگیرم توی کارام به این صورت. خب حالا این درها رو انتخاب میکنیم و این زد میزنیم، درسته، روی 2 دهم و اکسترود 1.6. خب حالا ببینید اتفاقی که وجود داره اینجا هستش، این 1.6 که ما اکسترود کردیم اومد روی این ستون. در واقع باید این کل این یونیت یه عقب نشینی 2 سانتی داشته باشه، منفی 2، اینجا یه فضا ایجاد میشه و اینجا که این چیزی که ما داریم در واقع چون بنبست هستش، خب این بنبستی که اینجا داریم، من ایجا رو پاک کنم، این یک زل بنبسته که حالا این به صورت خیلی ساده فقط باید اکسترود بشه بیاد بیرون، اکسترود 1.6 یا 2 بشه، فرقی نمیکنه. پس به این صورت الان وقتی که ما اینو ببینیم این درها به راحتی باز میشن. ما حالا فرقی نمیکنه چه این در باشه چه ثابت باشه، باید این فاصله رو در نظر بگیریم و اون 60 در 60 هم که گفتیم اینجا در واقع به علت
اون نما و دربی که اینجا هست تبدیل به 62/62 میشه، چون ضخامت درها هم به این 60/60 کنج اضافه میشه. باید اینو در نظر داشته باشیم. حالا میشه بگیم این یک یونیت 2 در هستش که یک فضای کنجی داره که در واقع این قسمت کنج آشپزخونه رو داره ساپورت میکنه. خب من میرم برای قسمت جزیره این آشپزخونه، میخوام به همین صورت که هست جزیره رو هم در نظر بگیرم. ببینید این آشپزخونه، حالا اگر که ما بیایم با ابزار تیپ از اینجا بگیریم تا اینجا 4 متر و حالا 20 سانت حدوداً داریم، 20 420 منهای اگر که من بخوام یک فضای حالا 80 سانتی از این ور و یه 80 سانتی از این ور، چون که اینجا پنجره هستش، در واقع سمت راست هم احتیاج به راهرو داره و سمت چپ هم حالا احتیاج به راهرو داره. اگه بخوایم دو تا 80 یا دو تا 85 90 کم بکنیم، حالا من 80 کم میکنم اینجا، یعنی در واقع 160 ازش کم بکنیم میمونه 2 متر و 60 سانتی متر. 2 متر و 60 سانتی متر جزیره‌مونم اگر که بخوایم 5 سانتی متر و 5 سانتی متر صفحه که برگشت میخوره و میاد پایین در نظر بگیریم، میشه 2 متر و 50. در عمق 80 میتونیم بگیریم چون اینجا فضا داریم. ارتفاعش رو ارتفاع کابینت زمینی گرفته، ما هم ارتفاع کابینت زمینی میگیریم. البته اینجا صفحه رو ضخیم‌تر گرفته، یعنی اینو 10 مثلا گرفته، پس ما اینو 5 سانت کمتر میگیریم، 82 میشه. صفحهش رو کار کنیم. اول یه باکس میکشم، اسنپ هم فعال بود، 10 تا ضخامت تبدیل به ادیتیبل پلی میکنم، این سمت و این سمت رو میگیرم، اکسترود 5، چون از این ور اون ور میخوام 5 تا بیاد مثل این که حالا این ور نازکتره. این دوتا پلیگان رو میگیرم، یه اکسترود میزنم، دقت کنید 5. میتونیم اینجا همون 82 رو بزنیم، ببینید میاد تا پایین. اوکی، اینو از این. حالا میام برای این لبه بیرون زدگی این نقاط رو میگیرم، میتونیم دستی خودمون بیاریم بیرون. اگر نه بخواید با ابعاد و اندازه کار کنید، باید راست کلیک کنید روی ابزار موو، این پنجره براتون باز بشه، توی جهت پایین مثلا بزنید -10 سانت اومد بیرون. حالا از این ور 3 سانت 4 سانت هم کافیه، 4 سانت هم از این از این. خب حالا ببینید این جزیره رو من چجوری تو وسط آشپزخونه تنظیمش کنم. ببین این آشپزخونه‌مون، این حالا این کابینت رو ما اگه داشته باشیم، این جزیره رو میتونیم با استفاده از الاین بیایم در جهت محور X سنتر به سنتر کنیم. این صفحه‌اش رو هم من بیام اینجا قرار بدم، -10 رو هم بزنم که دقیقاً صفحه اوکی بشه. الان دقیقاً این حالا جزیره وسط قرار گرفته. خب و حالا از دو طرف به یک اندازه، قانونا باید به یک اندازه راه رو داشته باشیم. یه چک کنیم باره حالا فرضی داشته باشیم. آره ببینید این دوتا راه رومون یکی هستش. اوکی. خب حالا بیایم نمای روبرو. ببینید نمای روبرو یه حالت میله‌ای طور کار کرده، پس منم میام یه حالت میله‌ای میدم بهش و این ابتدای کار رو حالا حدود 70-80 سانت اومده یه حالت شلف مانند در نظر گرفت و یه پاخور هم پایینش داره. این پاخور جزیره رو هم من میام پایین تر میگیرم، اون ور 14 گرفتیم، این ور میایم 10 میگیریم. پاخور جزیره رو 10 یا اصلا 8 میگیریم. آره اوکی، مشکل نداره. اینجا من میام این ایج ها رو میگیرم، کانکت میزنم. به نظرم یه همچین چیزی میتونه خوب باشه که این رو بیایم شلف کنیم. حالا برای اینکه اینجا شلف درست کنیم میام این پلیگان رو انتخاب میکنم، این زت 1.6 میزنم، اکسترود منفی میزنم، منفی حالا حدودا 25 یا مثلا
-30 دست خودتونه، اون عمقی که بخواید. -25 فکر میکنم کافی باشه. این ایج ها رو با کنترل نگه میدارم، انتخاب میکنم، کانکت میزنم. 1 2 تا کانکت احتیاج هست. بعدش چمفر، ضخامت 8 دهم. این 1 رو پاک کنید که دیگه اون خط وسط چمفرها نندازه. خب میام این پلیگان و این پلیگان رو انتخاب میکنم، با کنترل نگه میدارمشون، 4 تاشون رو همزمان انتخاب میکنم، دستور بریج رو میزنم و برای من این طبقات ساخته میشه. خب این از این. حالا میمونه این نمای رو به سالن رو بیایم میله‌ای کار کنیم. از داخل جزیرمون هم بریم درست کنیم. داخل جزیره رو هم من 4 تا در نظر میگیرم. 2 دهم میزنم و اکسترود. خب دوستان، به عنوان بخش آخر این ویدیو بریم سراغ مدل سازی این آلت. حالا میله‌ای میگم این چون هوش مصنوعی بوده زیاد جالب در نیاورده کارو. بریم ما یه حالت میله‌ای ایجاد کنیم. من ایزوله میکنم با آلت و کیو. برای درست کردن یک حالت میله‌ای اینجا همین یه باکس میکشم با ضخامت 1.6 تبدیلش میکنم به ادیتیبل پلی و میام اینو به این صورت کانکت میزنم که همچین حالتی در بیاد. این کانکت ها رو میام کمپر نه اکسترود میزنم. ببینید اینا رو انتخاب میکنم، این رویا رو. خب یه لحظه اینا رو من انتخاب میکنم. خب برای اینکه این رویا رو انتخاب بکنیم بریم از اینجا گزینه بک فیس رو فعال کنیم. الان بک فیس رو که فعال کردم دقت کنید بک فیس همون ایگنور بک فیسه، یعنی دیگه پشتی ها رو نمیگیره. خب حالا اینا رو که انتخاب کردم یه اکسترود بزنم به داخل به این شکل. ببینید به این شکل و از اینجا بیام اینو تنظیم کنم به همچین حالتی. خب خوبه. آها قبل از اون یه کاری بکنیم. بریم اینجا این پلیگان بالایی رو این بالایی ها اینجا و همچنین این پایینی ها دیلیت میکنم. خب حالا میام دوباره روی حالت ایج، همین ایج هایی که دارم رو خب اشتباهی یکی از این پلیگان ها هم پاک شد، عیبی نداره. اکسترود رو میزنم. الان ببینید حالتی که ایجاد شد. اکسترود تا اینجا میبرم داخل. این ایج ها رو هم انتخاب میکنم. آره این ایج ها رو هم انتخاب میکنم. از اینجا میام سیمیلر رو میزنم که همه این ایج ها انتخاب بشه و حالا میام با استفاده از دستور چمفر این اینجا جالب نشد. ببینید به خاطر این حجم زیاد چمفر ما الان خوبه. اوکی رو میزنم. یه چمفر هم به این لبه ها میدم و عالیه.
اگه F4 رو بزنم شاید بهتر ببینید سطح مقطعش یه همچین چیزی شده. خب یه حالت میله‌ای رو داره. خب این دل و این حالا ایج رو هم دیریج میکنم که اینجا بسته بشه و بالا و پایین رو هم میتونم با کپ ببندم. کپ و این بوردر و کپ. اوکی خب اینم از این. حالا میتونیم اینو از این 3 تا کپی بگیریم. خب من اینجا میام این یکی آبجکت رو برای اینکه هم ستا بشه با اینا 1.6 میارمش بیرون. عالی. خب همینطور که میبینید ما خیلی راحت و سریع تونستیم این آشپزخونه رو مدل سازیش رو انجام بدیم. حالا این در واقع پارت اول این آموزش بود به صورت رایگان. پارت های بعدی هم داره. من سعی میکنم حالا مدل سازی دیوارها، سقف و کف، قراردادان آبجکت ها رو هم با شما به اشتراک بذارم. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگر براتون حالا مفید بود، استفاده کردین، حتما حمایت کنین، لایک کنین، سابسکرایب کنین چنل رو که پارت های بعدی این ویدیو رو هم از دست ندید.